هفته خبر تو خبر داره براتون از نظام سیدعلی که مثل خر وسط اتوبان دنیا نشسته و هرچی دلالای نفت و دلار زور میزنن که راش بندازن راه نمیفته. یکی از این دلال ها که در نقش غریق نجات برای گرفتن زیر بغل سیدعلی به تهران اومده بود آیت الله جکسترا بود که تنها دستاوردش از این سفر این بود. اسرا بر ضرورت بازگشایی سفارت انگلیس در تهران تاکید کرد و گفت برای این منظور با مسئولان ایرانی مذاکراتی داشتم. اما مشکل این تاجر تاریخ در رفته اینه که نمیدونه که نه این نظام اون نظام 12 سال پیشه و نه این سیدعلی اون سیدعلی قبلیه، چون دیگه حتی جوجه بسیجی هایی مثل این یارو دهنگشاد هم حرفش رو نمیخونن. ببینید ولایت فقیه رو قبول داریم، شک توش نیست، خب ولی اگر بخواد، من اینجا قاطعانه میگم، اگر بخواد با آمریکا رابطه برقرار بشه به خدای محمد چنان خونی میرخته میشه که از سوریه 3 برابرتر میشه. حالا اگر در ادامه اثر کردن جام زهر سفارت انگلیس هم دوباره راه بیفته، خامنه‌ای جواب اینا رو چی میخواد بده؟ بدبختی ما اینه که کارشناس درستابی نداشتیم. اول باید قبل از که سفارت آمریکا رو از بین می‌بردن باید سفارت انگلیس رو از بین می‌بردن، نمی‌اومدن آمریکا رو. بدبختی ما اون موقع ما دانشجو نبودیم. رفتم سر کارم، بعد رفتم دانشگاه، بعد که داشتم میرفتم که یهو دیدم بچهای خودمو دیدم، دانشجوها رو دیدم. بچه‌ها گفتن بچه‌ها بریم سفارت. گفتم والا میریم ولی میترسم یه موقع بگیرنمون، خود بچهای خودمون بگیرن. گفت نه نمیگیرن. که هیچ یا علی رفتیم اونجا، اول با سینی زنی شروع کردیم، خواستیم به اصطلاح حرف دلمون رو بزنیم، ولی بعد دیدیم که بچه‌ها دیگه خب دیگه جمهوری اسلامی دانشجوهاشون چیز ندارن دیگه، چجوری بهتون میگم، فعالین دانشجوییشون یه ترمز ندارن دیگه، یه ترمز برید و اول رفتیم قفل شکستیم، بعد رفتیم بالا، از اونجا رفتیم داخل. اصلا می‌خواستیم با خاک یکسان کنیم، نذاشتن. بابا حمله به این سفارت حق مسلم ماست، حمله به این سفارت حق مسلم ماست. خونه سفیر کدوم بره؟ بره ما از اون خونه وزیر کدوم بره؟ از این همون کاری که با سفیر آمریکا در بنغازی کردن، تیکه تیکش میکردیم. از یه طرف رفسنجانی تنها راه بقای نظام رو تو خوردن جام زهر تبلیغ میکنه، ولی از اون طرف اون یکی جنا این فاکت ها رو روی میز میذاره. امریکایی ها باز هم بر اساس احترام متقابل به ایرانی ها و در راستای روح توافقنامه ژنو یک شرکت هواپیمایی ایرانی دیگر رو هم به لیست تحریمی ها اضافه کردند. در وضعیت شترگاو پلنگی که نظام سیدعلی با خوردن زهر توش گیر کرده، اتفاقاتی میفته که قوز بالا قوز میشه. مثلا این ظریف جام زهری برای گشایش گره کور نظام تو منطقه رفته بود لبنان که رفت سر قبر سوپر تروریستی به نام عماد مغنیه و یک گره کور دیگه گذاشت رو دست سیدعلی. اینطور که پیداست عظما تو مسیر زهرخوری راه به راه فرمون از دستش در میره و یه چنین بلاهایی سرش میاد. حالا یه سوال، وجه اشتراک بدحجابی و الکتریسیته چیه؟ هیچی، با هیچ کدوم نباید شوخی کرد. حالا چرا؟ کسی که میخواد به خاطر یه تار مو بره جهنم، بذار من برم جهنم. خیلی شوخی همینجور گاهی ما با بعضی از مبانی دینمون شوخی میکنیم. میگم اگر یک تار سیم برق، یه تار نازک سیم برق بیرون باشه، دست بهش که نمیزنیش نزدیک هم نمیشی، تا این نبندیش انقدر، چون میگی میمیرم، مرگمه، حیات و زندگیم دست اینه،
بله حیات و زندگی برزخی و قیامتیمون از همین تار مو هست. البته از ترس واکنش‌های جوونا نهی از منکر آخوندا فقط تلویزیونیه، چون میدونن اگه تو خیابون بخوان از اینجور حرفا بزنن کار دست خودشون میدن. یه وقت بنده میبینم یه جوون حلقه طلا دستشه، بهش بگم آقا طلا بر مرد حرامه، با چاقو میزنن تو شکم من. اینجا نگو، اینجا نهی از منکر نکن، نگو حلقه طلا حرامه، چون بگی حرامه شکمتو پاره میکنه. اینم حجت الاسلام عمو جغد شاخدار، فارغ التحصیل معاملات ملکی، با پیشنهاد یه مزایده ارزون برای حل مشکل مسکن، منتها تو بهشت. وقتی که میخواد بره بخوابه 100 مرتبه 100 مرتبه مثلا بگه لا اله الا الله، میگه این چیکار میکنه؟ میگه یک خونه توی بهشت بهش میدن. حالا یه اظهار نظر ادبیاتی از پدر خانوم پسر سیدعلی. شاید بعضیا فکر میکنن که وقتی لفظ خارجی به کار میبرن شنونده ها و عامه مردم اونا رو با ثبات‌تر از اونی که هستن میپندارن و اینا شأن یک ملت نیست. اینم یه مصداق عینی برای مهره هایی که عقده سواد دارن. پیچش بدیم تا فیت کنه به این شرایط. این بنابراین روتینه. یه ضرر دیگه داره این بلک اوت خبری، یعنی مذاکره نیست که ما در یک بارگین بده بسونیم. مناقشه به عنوان دیسپیوت پولیتیکال اکانومی هست. نان پرولیفریشن دنبال کنید، آنتاچبل پایگاهی است برای اینکه لانچ بشن. ترانسپرنسی است. ما خیلی آدمای متیکولس هستیم. همینطور دارن اصطلاحات خارجی ننگش میکنه کسی که فلان تعبیر فرنگی رو به کار نبره و به جاش تعبیر فارسی یا عربی به کار ببره، ننگشون میکنه. این خیلی چیز بدی است. از لحاظ کامبت و از لحاظ فیس سیوینگ باشه، یعنی قابل ترید آفه. همین فست فودی که توی سیستم غذایی هست. ساده، بی دردسر، مفرح و مفید. جدیدترین شیوه عبادت در دکان حاج آقا خرس قهوه‌ای. استحباب و مستحب بودن بازی کردن با بچه‌ها، یعنی همونطوری که شما نماز قفیله میخونی عبادت و بندگی خداست، همونطوری که نافله شب میخونی عبادت و بندگی خداست، به عنوان مستحب. چون میدونی مستحب اون عملی است که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، عبادته. یکی از اون عبادات اینه که شما تو خونه توپ بازی کنی با بچه‌هات، شما با دخترتون، شما خانم خاله بازی مثلا به قول حالا عرض کنم گاهی که گفته میشه و امثال اینا. اینم پدری که سخت مشغول عبادته. وقتی یه مجری تیویریش دنبال اضافه حقوق و مزایا میگرده اما راهی جز خودشیرینی و تعریف از خود توی یک برنامه زنده پیدا نمیکنه، این صحنه بیریخت ایجاد میشه. من سرمام خوردم. منم خوردم آقای مسعود. 2 هفته سلام خوب نشد. من تب کردم الان. خب یعنی با تب دارم برنامه اجرا میکنم. واقعا مسئولین رسیدگی کنن، مدیر من ببینن، جان معصومی ببین، با تب دارم من. بعد حقوقتون زیاد. تعهد واقعا احساس مسئولیت منو کشته. چرا مسابقه ما رو نگاه میکنی؟ چون یه جذابه. چرا مسابقه ما جذابه؟ شما مدریشید. اصلا از من تعریف میشه به جان خودم، با اصلا نمیتونم دیگه وایسم الان، به زور خودمو نگه داشتم. جذابیت داره اجرا؟ بله. خوبم یعنی واقعا؟ یه دونه شما. چرا مدیرام هم اعتقادی ندارن واقعا مسئولین رسیدگی کنن؟ این هم یک مجری تیویریش که عمد داره اعصاب خط خطیش رو به بیننده نشون بده. به نام خدا، سلام بر صبح شما بخیر. بیننده اخبار بازار و تجارت ساعت 8:30 صبح هستید. بچه‌ها تو گوش من زیاد صحبت نکنید چون من حواسم پرت میشه. در معاملات امروز بازارهای جهانی نفت و در پایان جدیدترین اردوی آمادگی برای راه یافتن به مسابقات جهانی والیبال. یکی از عجایب افغانه بابوشه. والیبال.
بعد تیم قرمز بازی با تیم سبز. ماشاءالله ماشاءالله